سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام چند تا از بهترین بازی‌هایی که شبیه خدای جنگ هستن رو بهتون معرفی کنم. شبیه خدای جنگ های قدیم، نه جدید ها. و خواهشاً قبلش لایک، فالو، کامنت و اشتراک گذاری رو انجام بدید. حمایت کنم اگه خواستید انجام بدید و بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بازی اول گوست رایدر هست که خیلی با فاصله خیلی کمی بعد از فیلمش منتشر شد. خیلی از لحاظ گیم پلی به هم خدای جنگ اصلی خیلی شباهت داره و خیلی مبارزات سریع و فست بیست عالی. همچنین هم از همین مثلا همین گوست رایدر از زنجیر استفاده میکنه و هم یکم شباهت به همون زنجیره شمشیری کریتوسه. اینجوری خیلی از لحاظ خیلی به گادآور شباهت داره. هم باز فایت ها و همچنین فینیشرهای بال و ارتقای کمبوها و اینا خیلی شباهت زیادی به خدای جنگی هم قدیمی ها داره و حتما و همچنین بخشی به نظر موتور سواریش هم خیلی عالیه، خیلی جذاب بود به نظر من. حتما لذت میبرین از بازی. بازی بعدی اسپلاتر هاوس هست که در واقع بازگشت همون اسپلاتر هاوس ما دهه 80 بود که برای کنسول‌های آرکید و نسل 4 درست شد. خیلی بازی هم از لحاظ بیشتر بیتماپه ولی همین از لحاظ شخصیت خیلی قوی و خشن اصلی و همچنین فینیشرها و چیزای خونین و مبارزات خیلی فله‌ای و اکشن و این چیزها خیلی به خدای جنگی اصلی شباهت، حتی یه جوری پا رو فراتر میزنه، حتی یعنی توی همین خشونت، توی این قدرت و قدرت نمایی و اینا خیلی حتی از خدای جنگ هم پیشی میگیره به نظر من و واقعا اقتباس به نظر من خیلی اقتباس خوبیه از خدای جنگ اصلی. همچنین هم محیط ها خیلی یه جوری هم بازی درست اکشنه ولی خیلی فضای ترسناکی هم داره کلا، هم مثل در واقع چیز اصلیش هم هست، همون نسخه دو بعدیش هم همونه، خیلی فضای ترسناکی داره و دشمن هم همینجور خیلی همشون ترسناک و وحشتناک هم کنن. بازی بعدی دانتز اینفرنو هست که این بازی به شدت از لحاظ گیم پلی، یعنی هیچ بازی بنظر این شباهت نداره به خدای جنگ از لحاظ گیم پلی، واقعا یه جوری کپی پیست، یعنی خیلی گیم پلیش تقریبا همونه، یعنی همون سیستم اصلا هسته بازی که خدای جنگ واقعا و خیلی هم بازهای خیلی بازهای غول پیکر زیادی تو بازی هستن. دشمن حتی سلاح دانته هم یه جوری حالت زنجیر مانند داره که خیلی باز شباهت به همون زنجیرهای کریتوس داره. گیم پلی بازی خیلی خشن و عجیب غریب و ترسناک هم هست اینم و مطمئنم که لذت میبرید.
بازی بعدی آلتیمیت مورتال کامبت شاولین مانکس هست که اینو من در ویدیو قبل معرفیش کردم، آموزش نصبیش هم گفتم. خیلی نسبت به شاولین مانکس اصلی خیلی این ماده که خیلی ارتقای خیلی خوبی هم داشت به نظر من. هم میشه از شخصیت ها، از کاراکترهای خیلی بیشتری میشه استفاده کرد توی بازی. همچنین یه سری محیط های جدید هم به بازی اضافه شده که خیلی جذابتر میکنه بازی رو. حتی یه سری فیتالتی یا حالا مورتالتی که توی خود مخصوص شاولین مانکس هست، این چند تا از همین هم اضافه شد به بازی، خیلی جذابتر میکنه بازی رو. خیلی محتوای کانتنت زیادی به بازی اضافه شد به نظر من. یکی از بهترین مادهای کلا بازی ها هست، خیلی جذابتر کرده این ماد بازی.